بابا درست دارم بابا. آلو پپه تو صندوق کیلو جنسه. چون توی شهری زندگی میکردم که پاییز نداشت. عروسی. بابا تو ویدیو هی نگو شهریه. ببین چقدر خوشمزه است. یه چیزی خواستم بهتون بگم چون قرار کرده بودم این جلوه‌های ویژه از بالا بیاد. نظرته؟ سلام علیکم، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. چه خبرها؟ چی کار میکنین؟ خبرها رو زود بهم بدین. از ما که هیچی. صبح بیدار شدم، ورزش کردم، حمام کردم، ادیت کردم، سه کار اینجوری. رضا تازگی از سر کار اومده، نهار خوردیم. نهارم توی یخچال عدس پلو داشتیم از دیروز. الان رضا میخواد بخوابه، منم اومدم یه آنباکسینگ دزدی انجام در راستای مقابله با کمالگرایی. این منم، اینم عضلات گردنم. اینا امروز تو حمام دیگه کلافه شدم و کندم. چرا دزدی؟ به خاطر اینکه مال من نیست. یعنی من خریدم ولی برای دوستم خریدم، هدیه است. الان با هم دیگه آنباکسش میکنیم. میخواستم ببینم اگر که خوبه، یعنی میدونستم خوبه، قبل از این پیجی زیاد خرید کردم، ولی این مثلا سبکاشو میدونستم به دوستم میاد ولی نمیدونستم به خودم میاد یا نه. گفتم اگه خوبه واسه خودم هم بخرم که دیگه انقدر دیر اومد که تابستون تموم شد. دوستان داری چه آهنگی. بابا درست دارم بابا. نخواستیم. گلاب کاشونه ماشاءالله. این کادو از ستاره جونه ماشاءالله. چطوره؟ من خودم میدونه این رنگی دارم. بذار بپوشم. آلو پپه تو صندوق کیلو جنسه. واقعا همه آدم مدیتیشن میکنه، همه پادکست گوش میده، همه سعی میکنه خودشو فرهیخته بکنه، بعد یه سعی میکنه یه اکسپلور. آلو پپه تو صندوق کیلو جنسه. نظر اون قدش بلندتر از منه. خوبه واسش. چطوره؟ بگو بیشتر میاد. مبارکت باشه عزیزم. منم میاد. میتونم ازش قرض بگیرم ولی نارنجی داره. ببین چه چیزی براش خریدم، بده حال کنم. یه ما دارم دیرتر کادو تولدشو ولی میدم انقدر که طول کشید. پست دو چیز کرد یه دارم. خب حالا تو جنس متفاوت. اینم صورتی. صورتش تو ویدیو خوب نمیافته. این یکی بدن نمایی داره ولی خیلی اینا خوبه. نمیدونم حالا تو ویدیو چجوری مشخصه. بجوام. اینجا خوبه. آلو پپه تو صندوق کیلو جنسه. پیاده روی رو شما رو نبرم. میگه داری خودم شو بیام. آی چه هوایی. خیلی خوبه. هوا خیلی خوبه. پیاده روی پاییزی اینجا قشنگ دیگه پاییز شده.
بعد میدونین دوستان، من چون توی شهر زندگی میکردم که پاییز نداشت، فکر نکنین که عقده‌ایم، ندیدم، واقعا ندیدم. الان وقتی هوا یکم میره رو به پاییز اصلا عجیب میشم. اصلا کلا هوا سرد میشه، ما رومون تازه بیدار میشه. چند ساله تو زندگیم دارم پاییز و برف و اینا رو میبینم. اصلا چند سال تو داری تازه 6 ساله. اسم میکنی. آره واقعا. زمستون ندیدیم. نه حالا اونجا هم زمستون داشتیم، واسهشو بخری ولی برف نبود. تا ساعت 12 ظهر. توی شهریور ما باد خنک به صورتم میخوره. باورش نمیشه. 6 ساله تو زندگیم دارم این حسو تجربه میکنم. جهنمی. باد داغ و شرجی. شهریور جهنم حالا نمیشه بهش گفت، خوشم نمیاد اینجوری بگی، ولی کلا من حساسم، من غیرتیم. نخم بهش، خودم هم پس عدم اینجوری جواب بگم بعد کسی. ماکو خواستم ما بگیرم گمش کردم. ایناش عروسی چه نزدیک شکار کرد. ماشاءالله پشتی عروس چقدر قشنگه. ایشالا مبارکش باد. نمیدونم من اومدم بالا، یعنی بالا نه همین مسیر، از این پیاده رو اومدم اینجا. خب بعد اینم لبه است، یعنی خیلی هم لبه یکم هستم. بعد نگاه رضا اومده منو بگیره اینجا. بابا خب رو لبه لیز می‌خوریم. حواست نیست. دست منو گرفته. بریم. خب دیگه خیلی عاشقونه شد. عروسی هم دیدیم و دیگه واقعا بریم کالری رو بسازیم. لایف استایلی بسازیم. چقدر لاکچری بشیم. چقدر شهریه. خدایا چقدر ما خفن میخوایم بشیم. شهریه چقدر؟ بابا تو ویدیو هی نگو شهریه، ما میخوایم پولدار بشیم. 1 تومن بود. آره میگه شهریه. ما دیگه اون موقع برامون شهریه مهم نیست. مهمه مگه؟ بابا همشی به راهه. بعد از یه پیاده روی جذاب پاییزی تابستونی، شیرای هیجان انگیزمونم رسید. شام هیجان انگیز پاییزی خیلی خوشمزن اینا. اصلا قبلی چی میخوردم من ظلم میکردم به خودم. قبلی چی بود؟ مارکت؟ کاله؟ ببین من از شیرخواری خوردم بدم میاد یا حالیمه. اینقدر خوشمزه است. خالی خالی میخورم. ترکیب ماست و ارده و نمک و آویشن و رضا دیگه چی داشت؟ پودر سیر؟ نه خود سیر رو گذاشتم کباب کردم. خود سیر نمیشه. فلفل سیاه هم اوکی. تو فلفل سیاه یادم رفت بریزم. تو خود پخته شده رو با نمک و ادویه و اینا پخت میدیم 5 دقیقه. البته نمک رو موقعی که میخواست بپخه توی آب زدم. بعد اینجوری با هم ریز الان اونا هم میکنم. اینجوری ریز قرقاتی کنین. بادمجون کبابی، فلفل دلمه‌ای قرمز کبابی، سیرم اگه داشتین، اگه نداشتین پودرشو بریزین تو این. اینا رو پوستشو بکنین، له و لورده کنین، گردو هم بریزین خوب میشه. با این سس خوشمزه خودت شده اینجوری بریزید روش. جعفری هم اگه داشتین بریزین. بذار اینو صاف کنم. اگه نداشتین هم مثل ما با ریحون بخورین. به جون من دعا کنید.
شامپوی ترزمه، نرم کننده ترزمه دارم توی حمام هنوز و اینا رو گرفتم که اونو تموم شد دیگه لنگ نمونن، چون نمیتونم چیز دیگه استفاده بکنم. خب اینا رو که داشتم قدیمی بود. چیز جدیدی که گرفتم این ماسک موه، کرم مو، ببخشید این کرم موه، از خاک بدم میاد که قبلا چیز استفاده میکردم من نمیتونم اسمش رو تلفظ کنم. بعد این سری که خواستم بخرم از اون خیلی استفاده کرده بودم، تجربه‌ام بهتون کرده بودم. این سری که خواستم بخرم توی سایت موجود نبود، به خاطر همین طبق تحقیقات و بررسی خودم فکر کردم که این از نظر قیمت، از نظر کارایی، یعنی نیاز من باشه، بهتر میشه واسه اینو خریدم. اوه چپوله، بوش خوبه، بکن بوش خوبه نه؟ خوشت اومد؟ چی؟ عافیت باشه، مرسی، سلامت باشی. دیگه گفتینم اتفاقا. ببین چقدر خوشمزه است. قبلا از این استفاده میکردم که داره هنوز ازش دارم، توی ظرف گذاشته بودم ببرم شیراز با خودم، اون هنوز پلو مونده، یعنی داره داخلش، اینم داره هنوز داخلش. بعد به خاطر اینکه نمیدونم الان این بهتره یا اون، چون همیشه میزنم که مثلا قبلی تمام بشه کامل بعدن جدید رو باز میکنم، ولی الان چون که میخوام برم 1 ماه دیگه میخوام برم عروسی و اینجوری هم که الان نمیدونم کدومش بهتره، میترسم اونو تموم کنم ولی این بهتر نباشه، بعد بهتره تموم شده باشه. الان گفتم از این استفاده کنم وقتی که اون هنوز داره، ببینم کدومش بهتره نگه دارم برای عروسی که دارم میرم. خیلی بوی خوب میره. سلام مجدد بچه‌ها، میخوام اینو آنباکس کنم. خب پد ضد درد قاعدگیه. خب اولین باره که میخوام استفادهش کنم، خیلی تعریفش رو شنیدم و اینکه گشتم و بهترین مارکش رو خریدم. حالا دیگه نمیدونم که چطوریه، چطوری باشه. پد گرم کننده رو از بسته‌بندی خارج کنید. این پد با قرار گرفتن در معرض هوا فعال می شود، بنابراین باید بلافاصله پس از باز شدن بسته‌بندی استفاده بشه. کاغذ رو از پشت چسب جدا می‌کنیم و به لباس می‌چسبونیم. اینو تا حداکثر 8 ساعت گرمای ملایم رو براشون ایجاد می‌کنه که درد رو کاهش میده. نوشته که بلافاصله بعد از باز شدن بسته‌بندی باید استفاده بشه. این پک 2 تا عدد توشه، یه دونه هم هدیه داره، یعنی 3 تا توی اینه. بعد نوشته که در صورت عدم توجه میتونه باعث سوختگی بشه. روی پوست تحریک شده، آسیب دیده، دارای کبودی، تورم و زخم اینا استفاده نکنید. هنگام خواب استفاده نکنید چون ممکنه متوجه گرمای زیادش نشید. من خودم تجربه سوختگی هم دارم، ترسیدم. خوبه. یه دونه از اینا داره توضیحی. خب فکر کردم هر ستاشو باید الان استفاده کنم، خدا شکر توی از اینا. روی استرس گرفتم.
آقا من 2 تاشو چسبوندم، این یکی باقیمو فکر نمی‌کنم دیگه اینو استفاده کنم. اونا 8 ساعت اینا کار میدن دیگه خلاصه همین نتیجه رو بهتون میگم، چون دیگه الان دیگه واقعا دارم پس بیفتم. اوکیه، شلخته نیست اون پشت؟ نه ببندم. به خدا نمیدونم دیگه چیکار خوبه؟ نه خوب نیست. چیکار کنم؟ آقا خرابش هم درسته دیگه موی فر. اوکیه پس هرچی بود درسته مدلشه. چون پس فردای 2 روز پیشه من اومدم که تجربه‌مو در مورد پد ضد درد قاعدگی بهتون بگم. اول اینکه مخصوص به قاعدگی نیست و برای خیلی از دردهای عضلانی میشه استفاده بشه، به خاطر اینکه گرم میکنه دیگه. میدونی کار چی رو میکنه؟ کار کیسه آب گرم رو میکنه و خب توی این تایم توی قاعدگی من همیشه کیسه آب گرم مسکن و دمنوش استفاده میکردم تا 4 سال پیش که کیسه آب گرم روی پام ترکید و دچار سوختگی درجه 2 خیلی شدید وحشتناکی شدم. 2-3 سال درگیرش شدم برای درمان. خیلی وحشتناک بود، خیلی روزای سختی بود، خیلی 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 هر چقدر بگم کمه. خب و بعد از کلی درمان و لیزر در بهترین حالت جاشم مونده. خب حالا کاری نداریم. بعد از اون جریان دیگه کیسه آب گرم ممنوع شد. خب و اون آرامشی که موقع درد کیسه آب گرم بهت میده، خب این پد ضد دردم همین کارو میکنه، به خاطر اینکه گرم نگه میداره. من یه دونه روی کمرم گذاشته بودم، یه دونه روی شکمم و به لباس میچسبه و تو وقتی که راه میری کاراتو میکنی اینا همچنان گرم نگه میداره و وقتی که محل درد رو گرم نگه میداره خب تحمل اون درد راحت تر میشه دیگه. ولی مثلا همچنان مسکن رو باید بخوری، مثلا استراحت رو باید بکنی، اینجوری نیست که دیگه کلا درد رو از بین ببره. گرم میکنه که تحمل درد راحت تر بشه. دقیقاً هم کاری که کیسه آب گرم میکنه. ولی کیسه آب گرم خیلی خطرناکه، به هیچ وجه استفاده نکنین، چون که اتفاقی یه باره کیسه آب گرم من اتفاقا پتو هم داشت، از اینا که خودش لباس دارن از اونو هم داشت و خودم هم لباس پوشیده بودم و وضعم این بود، یعنی با چند تا لایه آب جوش ریخت روی من و این اتفاق افتاد. فکر کنم که دیگه مستقیم 8 ساعت درش آوردم و اینجوری نبودش که اون لحظه گرماش تموم شده باشه، همچنان گرم بود که من درش آوردم. ولی دیگه مثلا دیگه اوکی هم بود دیگه. مثلا رضا اومده بود، وقتی که رضا میاد دیگه من نه مسکن نیاز دارم، نه دمنوش نیاز دارم، نه پد گرم نیاز دارم، هیچی نیاز ندارم دیگه. اون موقع دیگه خودم چیز شده بودم درش آوردم دیگه. مثلا دیگه گفتم نمیخوامش اینجوری، ولی همچنان گرم بود و اینجوریه که هر ماه ازش میخرم. کمک میکنه، چیز باحالیه. اون حس خوبه گرمی که مثلا چیز گرم روی درد میذاری اون حس خوبه رو میده دیگه. کرم موام دختر شانس آوردم که قبل از اینکه قبلی تموم شه این بار یه حسی بهم میگفت که ممکنه این چون جدیده نمیدونی چطوریه بیا مثلا تست کن و اینا. خاطر خیلی کرم موی سبکیه و مناسب استفاده روزانه است. اول بعدم خیلی زیاد ازش بزنی، یعنی عملا انگار هیچ چیز رو موهات نیست، هیچ حس چربی و اینا نداره. اون یکی چربی نه، ولی مثلا اینجوری بود که کرم زدی به موهات، این حسو داشتی، چربی ولی بازم نه، ولی یه کرم ملو یه چیزی زدی به موهات. این ولی نه، انگار که هیچی نزدی به موهات. خیلی 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 سبکه، مناسب استفاده روزانه است، ولی برای مجلس و اینا نه اصلا مناسب نیست. و برای مثلا عروسی که خواستم برم همون قبلی رو استفاده میکنم و این کرمو هم خوبه، بوش خیلی خوبه، راضیم ازش، ولی اینجوری نیستش که دوباره بخرم. سریای بعد ترجیح میدم که مثلا از همون قبلی بخرم یا یه چیزی مثل قبلی، چون من میخوام یه حالت کرمی روی موم باشه. یه چیزی خواستم بهتون بگم، ببین لطفاً اسمتون
سنتون و اینکه متأهلین یا مجردین رو واسه هم کامنت کنید. دوست دارم باهاتون بیشتر آشنا بشم. مرسی که وقت می‌ذارین ویدیو رو می‌بینین. یادتون نره نظرتون رو حتما واسه هم بنویسید. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدافظ. چرا برام گل خریدی؟ دوست داشتم. نه بگو چرا. تو گل منی آخه. نه دستشو بگو. دوست داشتم برات گل بگیرم. چون قرار کرده بودم؟ قرار کرده بودی گفته قرار لذا- کردم. خب گفتم قرار کرده بودم. چجوری جلوه‌ی ویژه از بالا بیاد؟ نه اینو میدم بالا باید برعکسش کنم. نه تو دوربین. آره این خوب. وقتی غذا با ازاست انقدر دیزاین میکنی که اصلا شرمنده میکنه. حاج آقا چه خوشگل. وای شرمنده کردی تو به خدا. قربونش